واکسن گارداسیل نزنیم. تا حالا بیشتر از 200 دادگاه حقوقی علیه واکسن گارداسیل و کمپانی مرک که تولید کننده این واکسن توی ایالات متحده آمریکا برگزار شده. بریم تمامشون رو بدون جهتگیری بررسی کنیم، ببینیم بعد از این همه تبلیغات و بازاریابی که برای این واکسن انجام شد همچنان باید به زدنش ادامه بدیم یا نه. واکسن گارداسیل توسط شرکت مرک برای پیشگیری از ویروس HPV تولید شد و تو سال 2006 از FDA مجوز گرفت. این واکسن به عنوان یه راهی برای کاهش سرطان دهانه رحم معرفی شد، اما بعدتر کلی ادعا در مورد خطرات و عوارض جانبیش مطرح شد. حالا ببینیم این ادعاها که تو دعاوی حقوقی این شرکت مطرح میشه چیا هستن. پنهان کردن خطرات واقعی واکسن، تبلیغات فریبکارانه درباره ایمنی و اثر بخشی این واکسن، عوارض جانبی جدی مثل بیماری‌های خودایمنی، مشکلات عصبی و نارسایی زودرس تخمدان که باعث ناباروری میشه. شاکیای پرونده میگن که مرک توی آزمایش‌های بالینی خودش عوارض جانبی رو پنهان کرده و اطلاعات نادرستی درباره ایمنی و اثر بخشی این واکسن‌ها داده. یه مورد دیگه این که وزارت بهداشت ژاپن از سال 2013 توصیه به زدن واکسن HPV رو تعلیق کرده و این خودش باعث یه موج جدید از نگرانی‌های جهانی شد. حالا ببینیم CDC یعنی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، ورس که همون سیستم گزارش عوارض جانبی واکسن هاست و FDA در مورد واکسن گارداسیل چی میگن. CDC واکسیناسیون با این واکسن رو همچنان توصیه میکنه و تو برنامه‌اش هیچ تغییری ایجاد نکرده. فقط برای کسایی که واکنش‌های آلرژیک شدید به اجزای سازنده واکسن مثل مخمر دارن منع مصرف گذاشته. ورس هم فقط عوارض معمول مثل درد و قرمزی محل تزریق، تب و تهوع و سرگیجه رو اعلام کرده. و اما FDA که از سال 2006 به این واکسن مجوز داده بود همچنان عوارض جانبی شایعش رو همون درد و قرمزی و تب و تهوع و سرگیجه اعلام کرده. در واقع میشه گفت فاز 4 کارآزمایی‌های بالینی واکسن گارداسیل که همون نظارت روی ایمنی و اثر بخشی دارو بعد از ورود به بازار در حال انجامه.